بچه‌ها 5 تا پرنده روی درخت داریم. یکیشون رو با تیر شکار می‌کنیم. چند تا پرنده روی درخت میمونه؟ آقا اجازه هیچی. نه 4 تا میمونه. انیشتن. یه پشکم بزنی پرنده فرار میکنه. زدی یکیشون رو کشتی بگردی میمونن رو درخت. 5000 تومان داری. 5000 تومان دیگه از مامانت میگیری. چقدر داری؟ 5000 تومان. می‌بینی؟ هیچ ریاضی نمیدونی. شما هم هیچی راجع به مادر من نمیدونی. خب بچه‌ها میریم سر درس علوم. اگه گفتید چرا ما چند تا گروهخونه مختلف داریم؟ آقا برای اینکه بچه‌ها از تمای مختلف لذت ببرن. خیلی بانمکی. میدونستی قورباغه بالاتر از برج میلاد میتونه بپره؟ واقعا؟ آره، چون برج میلاد نمیتونه بپره. آقا معلم خیلی خوب زایت کرد. آفرین آقا معلم. حرام علی، چابلوس علی، تمومش کنیم مسخره بازی. خب کی میاد این سوال حل کنه؟ پرام، زیر بغلت کثیفه؟ کو پرهام، بیا حلش کن. آقا ما نمیایم. نمیای؟ آقا ما بلد نیستیم. امیر، من همیشه ریاضی 20 میگیرم. منم 206 سفید ندارم. حواستون به کلاس باشه. راجب چی دارید صحبت میکنید؟ آقا من و امیر همزمان این 10000 تومانی رو زیر صندلی پیدا کردیم. گفتیم هر کی دروغ بزرگتری بگه 10000 تومان مال اون میشه. واقعا برای جفتتون متاسفم. همسن شما دوتا بودم نمیدونستم اصلا دروغ چی هست. کی آقا معلم برنده شدی خدمتتون. دست کثیفتون بنداز. خب بچه‌ها امروز می‌خواستیم راجع به زمان جملات صحبت کنیم. من زیبا هستم چه زمانیه؟ آقا ما بگیم. بگو. با توجه به قیافه الانتون زمان جمله گذشته دور. برو بیرون. آقا ببخشید. برو بیرون. تو رو خدا غلط کردی آقا. خودمون شدیم. غلط کردی آقا. ریاضی بپرس. بعد عدد 6 7 8 بعد 8 9 10 بعد 10 سرباز بیبی شو. گم شو برو بیرون. سلام آقا. میشه بگی این 206 رو کی گرفتی؟ نگرفتم. 50000 تومان خریدم. چی میگی پسر؟ کی 206 میفروشه 50000 تومان؟ یه خانم هست تازه اومده سر کوچمون. بهم گفت چقدر پول داری؟ گفتم 50000 تومان به زور. گفت 206 میخوای 50000 تومان؟ گفتم آره. مگه پات به پدال میرسه چطور ماشین آوردی در خونه؟ نفر 5000 تومان دادم بچه‌ها مدرسه. تا اینجا هولش. معلومه یه روانگردانی یه چیزی مصرف کرده زنی که شاید شوگر مامی بوده. شاید. عباس برو ببین این زنی که چی میخواد از جون بچه. معلومه حالت طبیعی نبوده. سویچو بردار پسر. دنبالم بیا. سلام خانم. سلام. میخواستم بپرسم چطور به پسر من 206 فروختی 50000؟ 3 روز پیش شوهرم رفته سفر کاری آنتالیا. امروز متوجه شدم با منشیش رفته. متاسفم. خواهش میکنم. خیانت زیاد شده ولی این چه ربطی به پسر من داره؟ امروز دوباره شوهرم زنگ زد و گفت کیفمو دزدیدن. 206 رو بفروش، پولش برام بفرست. منم همین کارو کردم. چه تلخه چه تلخه. نکن. آقا معلم. آقا معلم. منم بده. نه مال خودم. آقا بیا. معلم. همش مال. نه خودت بنویس. آقا معلم. بیا. آقا معلم. ما پول تو از بانک گرفتی پول پیچینی بهم میدی؟ نه مگه درخت پول کاشتم؟ پول از چی درست شده؟ از کاغذ. کاغذم درخت. شماره 121. سلام آقا خسته نباشید. سلامت باشین بفرمایید. من این 100000 تومان از این کارت می‌خواستم به من بدید. 100000 تومان متاسفانه نمیتونم مبلغو پرداخت کنم. طبق قانون زیر 500000 تومان رو باید از آبربان بگیریم. ولی من رمز کارتمو فراموش کردم. شرمنده سیستم کاری از دستم برمیاد. بابا اگه از 100 تومان رو بگیرم پول تو جیبی میدی؟ تو بگیر ازش باش. آقا ببخشید میشه نگاه کنین تو حساب بانکی مادرم چقدر پول هست؟ به مادرت هم گفتم کوچولو کاری از دستم بر نمیاد. بیا هم بده شکلات بده بیا. اونو بده به بابا. بیا ببین تو حساب بانکی مادرم چقدر پول هست. چشم.
مادرتون مبلغ 300 میلیون تو حسابش داره. خب کلشو میگم. کلشو که نمیتونیم پرداخت کنیم، فقط 10 میلیونش میتونم پرداخت کنم. باشه 10 میلیون. چشم، میرم براتون از گاف صندوق بیارم. معلومه داری چیکار میکنی؟ باشه من میگم. بفرمایید این 10 میلیون خدمتتون. مرسی. یه مونده 100 تومن بگیر. خب این 9 میلیون 900 ما بقیه بخوام بزنم. ماشاءالله پسرم قویه، جوری میزنه بخوری بخیل. بابا ممنون که تو درسام کمکم میکنی. خواهش میکنم عزیزم. سوال اول، بیشترین درصد کره زمین رو چه تشکیل داده؟ آب یا خشکی؟ یا خشکی؟ بیشترین درصد زمین رو آب تشکیل پا داده. خشکی زیر آب چی؟ داداش چند سالته؟ 25. ناراحت نشید داداش ولی خیلی پیری ها. پیر نیست 25. چرا؟ پیر حساب نه خیرم 25 که پیر نیست. ساعت بعد چی گذاشتی؟ یه تایم خوردن ویتامینم. ویتامین میخوام برای باشگاه. خپل. داشتم میگفتم پیری چه جورم پیری؟ 25 سال که پیر نیست. تو قبل از گوشی لمسی به دنیا اومدی داداش. آره خب علم خیلی زود پیشرفت کرد. داداش تو قبل از این اینستاگرام متولد شدی. همون دوران ما قشنگ‌تر بود. سرمون تو این گوشی‌ها نبود. پابجی و چت جی بی تی. چی شد داداش حالت خوبه؟ چی نیست، بعضی موقع کمرم میگیره. بعد دراز میکشم رو زمین صاف. بهتر میشه آخه. داداش دیگه الان واقعا پیر به نظر میای. بیا خودت هم جواب خودت دادی، پیر به نظر میاد. پیر نیست. داداش من حساب کردم 25 سال پیش نه تلگرام بوده نه واتساپ بوده. حتی گوشی‌های داخل اینا دکمه‌ای بزن. داداش خوابیدی؟ نه داشتم فکر میکردم دستم بگی باشه. باشه. یواش خودتو دارم داشت. داشتم میگفتم. چی میگفتم؟ ولش کن داداش بریم پارک. کیا هستن؟ منم و دختر خاله و پسر خاله آرش. نه بچه‌ای حوصله ندارم میمونم خونه. داداش پیری به خود. آره بابا پیر شدم ریدم تو شق و تو. سلام خاله سفید خوبی؟ بچه رو برام کردی؟ برم نکردم، حاملم نینی توشه. خاله میدونستی اگه همین الان بری استخبار بچه تو دلت میشه زیر دری؟ ببین پوره این پسر دماغ گنده هست. چقدرم دماغش گنده. پسر همسایه‌مونه خب خنگ‌ترین آدم یک تو عمرت. تو؟ اینجا نکن. کوچولو بیا اینجا. سلام آقا امیر اومدم. بهش میگم کوچولو. سلام. سلام. بیا بازی. چه بازی؟ کدوم رو میخوای؟ 10,000 تومانی یا 50,000 تومانی؟ اون 10,000 تومن سبزه. ببینم میرم دستشویی هواش داشته باش تا بیاد. هواش داره. آقا پسر. بله. چرا بیشتر 50,000 تومانی 10,000 تومانی رو برداشتی؟ امیر برای اینکه ثابت کنه من خنگم هر روز اون بازی رو با اون میکنه. اگه 50,000 تومن رو بردارم بازی تموم میشه. هرو میدونستی شاید سگو برای این ما رو لیست میزنن چون میدونن ما استخون داریم؟ پرهام 20 میلیون 5 10 نه امیر جونت بیاد بالا سعید مدرسه دخترونه فرزندگان جفت مدرسه‌مون هست. یه کلاسش 20 تا دختر داره. 5 تا دختر غایبن نمیان سر کلاس. چند تا دختر سر کلاس؟ 15. ایناره 15. وقت قوت این تو حوالیتونه. خب بچه‌ها گفتیم مدرسه دخترونه بغل دستیمون هر کلاسش 20 تا دختر داره. 3 تا کلاسشو میخوام ببرن اردو. 30 تا از دخترا نمیان. چند تا دختر بردن اردو؟ 30. آفرین 30. خب حالا که ریاضی و فول شدید میریم برای نگارش فارسی. جای خالی رو پر کنید. پرام. مثل پیر. آفرین پرهام پیر. امیر مثل سی. آفرین امیر. سیر سعید. مثل تی. آفرین سعید. تیر مجتبی. مثل شیر. آفرین مجتبی. شیر. نوبت توه. آقا نمیتونم بگم. یعنی چی؟ آقا زشته درست در نمیاد. بگو. آقا نمیتونم بگم آقا همه رو گفتن نامردا. نگی میفرستم در دفترم. بگو. آقا نمیشه زشته آقا اصرار نکن آقا. بگو. آقا نمیتونم گفتم بگم. بگو. برو گم شو کلاس ما بیرون.